در ابتدا کلام بود و این کلام با خدا بود و کلام خدا بود. وی در اول با خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به او هیچ چیزی از آفرینش پیدا نشد. در او حیات بود و این حیات برای آدمان روشنی بود. روشنی در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را فرا گرفتن نمی تواند. مرد با نام یحیی از طرف خدا فرستاده می شود که درباره روشنی شهادت دهد و همه به واسطه او ایمان آورند. یحیی خود روشنی نبود، ولی برای آن آمد که درباره روشنی شهادت دهد. آن روشنی حقیقی که به همه آدمان می درخشد به جهان آمدنی بود. کلام در جهان بود و مردم جهان به واسطه او آفریده شده باشند هم او را نشناختند. وی به نزد قومش آمد ولی آنها او را قبول نکردند. اما به کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند حقوق داد که فرزندان خدا شوند. آنها نه به طور طبیعی و نه از روی خواهش انسانی، بلکه از خدا تولد یافتند. اینک کلام انسان شد و در میان ما استقامت داشت. ما شهرت و جلال او را دیدیم که مثل جلال فرزند یگانه پدر پر از مرحمت و راستی بود. یحیی درباره او شهادت داد: من او را در نظر داشته به شما گفته بودم که بعد من کسی بزرگتر می آید، چون که وی پیش از من وجود داشت. از فراوانی فیض او همه ما برکت از پس برکت یافتیم. خدا شریعت را با واسطه موسی داده است، ولی فیض و راستی با واسطه عیسی مسیح آمد. خدا را هیچگاه کسی ندیده است. او را فقط پسر یک و یگانه که همیشه با پدر است برای ما آشکار کرده است. راهبران یهودی از یروشلیم چند نفر روحانیان و لیویزادگان را فرستادند. شما کی؟ یحیی از جواب رو نگرداند و آشکارا اعلان کرده چنین شهادت داد: من مسیح نیستم. شما کیستید؟ الیاس پیغمبر؟ من نیستم. همان پیغمبرید؟ نه. آخر شما کیستید؟ ما باید به راهبرانمان جواب دهیم. درباره خود چی میگویید؟ یحیی گفته اشعیا پیغمبر را گفت: من همانم که در بیابان فریاد میزند: برای خداوند راه را راست نماید. از طرف فریسیان نیز فرستاده شدگانی بودند که از او پرسیدند: اگر شما مسیح، الیاس و همان پیغمبر نباشید چرا تعمید میدهید؟ من با آب تعمید میدهم، ولی بینتان شخصی هست که بعد از من می آید و من حتی لایق نگاه او نیستم. شما او را نمی دانید.
این واقعه در بیت حنا در ساحل دریای اردن به عمل آمد که یحیی در آنجا مردم را تعمید می‌داد. روز دیگر یحیی به نزدش آمده ایستادن عیسی را دیده گفت: انا بره خدا که گناه جهان را میبردارد. من درباره او گفته بودم که از پس من کسی می آید که از من بزرگتر است، زیرا پیش از من وجود داشت. من او را نمی شناختم، ولی برای همین با آب تعمید دادم تا که او به مردم اسرائیل معلوم گردد. بعد شهادت داده گفت: روح مقدس چون کبوتر از آسمان آمده بر او قرار گرفت. او را نمی شناختم، ولی خدا که مرا برای با آب تعمید دادن فرستاد به من گفت: کسی که روح به او می فراید بدون که وی همان است که با روح مقدس تعمید می دهد. این را دیدم و شهادت می دهم او پسر خداست. روز دیگر یحیی با 2 نفر شاگرد خود باز در همان جا می ایستاد و عیسی از راه گذشته ایستاده را دیده گفت: انا بره خدا. آن 2 شاگرد سخنانش را شنیده از پس عیسی روانه شدند. عیسی به عقب نگاه کرده به آنها گفت: شما چرا میکوبید؟ خداتون در کجاست؟ ربی این کلمه معنای استاد را دارد. رفته میبینید. وقتی که آنها همراهش رفته جای استقامت او را دیدند، ساعت قریب 4 بیگاه بود و آنها همان روز با او ماندند. یکی از آنها اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول شمعون را یافته به او گفت: ما مسیح را یافتیم. معنای کلمه مسیح تعیین شده خدا است. اندریاس شمعون پتروس را به نزد عیسی آورد. عیسی با دقت به او نگاه کرد. شمعون پسر یوحنا، از این بعد کیفا نام میگیری؟ معنای هر دویش هم سنگ است. روز دیگر عیسی قرار داد که به جلیل برود. او فیلیپوس را یافت و به او گفت: با من بیا. فیلیپوس هم مانند اندریاس و پتروس یکی از ساکنان بیت سیدا بود. فیلیپوس نتانائیل را یافت. ما کسی را که موسی و پیغمبران درباره‌اش نوشته بودند یافتیم. این عیسی پسر یوسف از اهل ناصره است. مگر از ناصرت چیز خوب میبراید؟ بیا و خودت بین.
عیسی نتنائیل را دیده درباره او گفت: انا اسرائیلی حقیقی که در دلش مکر نیست. مرا از کجا میدونی؟ تو را پیش از فیلیپوس جیغ زدن زیر درخت انجیر دیدم. استاد، تو پسر خدا و پادشاه اسرائیل هستی. مگر ایمان آورده چون که گفتم تو را زیر درخت دیدم. کارهای از این هم بزرگتر را میبینی. براسته آسمان را کشاده و پیش فرزند انسان برآمدن و فرآمدن فرشتگان را میبینید. روز سیوم در شهر قنای جلیل توی عروسی بود. و مادر عیسی در آنجا اشتراک داشت. عیسی نیز با شاگردان خود به توی دعوت شده بود. وقتی که شراب تمام شد، مادر عیسی به وی گفت: اینها شراب ندارند. مادر، این به ما چه دخل دارد؟ وقتی من نرسیده است. هرچی میگوید بکنید. در آنجا 6 کوزه برای آب بود که یهودیان آن را برای تعامل پاکشوی استفاده می بردند. هر کدام آنها از 70 تا 110 لیتر گنجایش داشت. کوزه ها را از آب پر کنید. کوزه ها را پر کردند. اکنون از آن گرفته به راهبر توی برید. آنها بردند. راهبری توی آبی به شراب تبدیل شده را چشید. راهبری توی از کجا بودنی شراب را نمیدانست. فقط خدمتگارانی که از کوزه آب گرفتند از این آگاه بودند. داماد را به نزد خود دعوت کرد. دیگران اول شراب خوش صفت میارند و بعد شراب پست صفت. اما تو شراب خوش صفت را تا حال نگه داشته ای. همین طور عیسی در قنای جلیل نشانه اولین شهرت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی، مادر او، برادران و شاگردانش به شهر کفرنحوم رفتند. آنها در آنجا چند روز ماندند.
روز عید بلاگردان یهودیان نزدیک آمد و عیسی به یروشلیم رفت. او در خانه خدا شخصانی را دید که به فروش برزگا و گوسفند و کبوتر مشغول بودند. پول عوض کنندگان نیز در سر میزهای خود نشسته بودند. عیسی از طناب قمچین ساخته همه آنها را با برزگا و گوسفندانشان از خانه خدا بیرون راند. میزهای پول عوض کنندگان را چپه و پولهایشان را پراکنده کرد. به کبوتر فروشان باشد گفت: اینها را دور کنید. خانه پدری مرا بازار نکنید. شاگردان او به یاد آوردند که در نوشتجات آمده است: آتش هوسمندی به خانه تو در دلم علنگه میزند. آنگاه راهبران یهودی از او پرسیدند: با کدام نشانه حق بودن این رفتارت رو اثبات میکنی؟ خانه خدا را ویران کنید و آن را در 3 روز از نو میسازم. آن را در 3 روز از نو ساختن میخواهی؟ این در دوام 46 سال ساخته شده بود. اما او خانه خدا گفته بدن خود را در نظر داشت. از این رو وقتی که او از مردگان زنده شد، شاگردانش این سخنان او را به خاطر آوردند و به نوشتجات و گفته های عیسی ایمان آوردند. در آن روزهای عید بلاگردان که عیسی در یروشلیم بود، مردم بسیار معجزه های او را دیده به او ایمان آوردند. اما عیسی به هیچ کس دلش را نگشاد، چون که از دل آنها باخبر بود. او محتاج نبود که کسی به او عاید آدمان نقل کند. او خود می دانست که در دل انسان چی هست. در بین راهبران قوم یهودی از گروه فریسیان نیقودیموس نام مردی بود. او شبانه نزد عیسی آمده گفت: استاد، میدانیم که خدا شما را فرستاده است. هیچ کس چنین معجزه ها را به خدا نشان داده نمیتواند. به تو راست میگویم، تا کس از نو تولد نیابد پادشاهی خدا را نمیبیند. چطور آدمی کلان تولد می شود؟ آیا به بطن مادرش برگشته دوباره زاده می شود؟ به تو راست میگویم، تا کس از آب و روح تولد نیابد به پادشاهی خدا داخل نمی شود. آنچه از جسم تولد می شود جسم است، آنچه از روح تولد می شود روح است. از گفتم شما باید از نو تولد یابید حیران نشو. باد هر جا که خواهد میوزد. صدایش را میشنوی اما نمیدانی از کجا و کجا میرود. با کسی که از روح تولد مییابد چنین میشود. این چطور می شود؟
تو استاد خلق اسرائیل هستی و این را نمیدانی؟ با تو راست میگویم. من چیزی دیده و دانستگیم را میگویم، اما شهادتم را قبول نمی کنید. اگر آیید به چیزهای زمینی که گفتم باور نکنید، پس آیید به چیزهای آسمانی. چی طور باور میکنید؟ غیر از فرزند انسان که از آسمان فرآمده است، هیچ کس به آسمان نبرآمده است. چنان که موسی در بیابان ما را بالا برداشت، همانطور فرزند انسان هم باید بالا برداشته شود تا هر که به او ایمان آورد حیات ابدی یابد. زیرا خدا جهان را چنان دوست داشت که پسری یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد نمیرد بلکه حیات ابدی داشته باشد. زیرا خدا پسر را نه برای حکم کردن جهان فرستاد بلکه برای آنکه جهان به واسطه او نجات یابد. هر که به او ایمان آورد حکم کرده نمی شود، اما هر که ایمان نآورد الکه حکم کرده شده است، چون که به نام پسر یگانه خدا ایمان نآورده است. انا حکم از چه عبارت است؟ روشنی به جهان آمد ولی مردم تاریکی را از روشنایی زیادتر دوست داشتند، چون که کارهای آنها بد است. هر آن کسی که کاری بد می کند از روشنی نفرت دارد و برای آنکه کارهای بدی او آشکار نشوند به سوی روشنایی نمی آید. اما کسی که کاری درست می کند به سوی روشنایی می آید تا کارهای با یاری خدا کردهش آشکار شوند. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفته همراه آنها در آنجا ماند و مردم را تعمید داد. یحیی باشد این وقت در عنان نزدیک سالیم که در آنجا آب فراوان بود و تعمید دادن مشغول بود. مردم به نزد او می آمدند و تعمید می گرفتند. بار در بین شاگردان یحیی و یک نفر از یهودیان درباره رسم و تعامل پاکشوی بحث برپا شد. استاد، در خاطر دارید شخصی را که در ساحل اردن با شما بود و درباره شهادت داده بودید؟ تعمید داده ایستاده است و همه پیش او می روند. هر آنچه که انسان دارد از آسمان به او بخشیده شده است. گفته بودم من مسیح نیستم، اما پیش از او فرستاده شدم. داماد صاحب عروس است و دوست داماد باشد در پهلوی او ایستاده آواز داماد را شنیده خرسند می شود. همین طور شادی من پره شد. او باید باز هم بزرگتر شود، اما من باز هم خردتر. کسی که از بالا می آید از همه بزرگتر است. کسی که از زمین است خود زمینی است و چون زمینی سخن می گوید، اما کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است. او از آنچه خود دیده است و شنیده است شاهدی می دهد، اما شاهدی او را کسی قبول نمی کند. ولی هر کس که شاهدی او را قبول می کند با این تصدیق می کند که خدا همیشه حق است. فرستاده خدا سخنان خدا را می گوید، چون که خدا روحش را به معیار می بخشد. پدر پسر را دوست می دارد و همه چیز را به دست او سپاریده است. هر که به پسر ایمان می آورد صاحب حیات ابدی می شود، اما هر که به پسر اطاعت نمی کند هیچگاه حیات نخواهد دید و گرفتار غضب خدا می گردد. به گوش فریسیان رسید که او از یحیی بیشتر شاگرد دارد و بیشتر مردم را تعمید می دهد، حالان که مردم را شاگردانش تعمید می دادند. وقتی که عیسی این را شنید یهودیه را ترک کرد و باز به سوی جلیل ره سپار شد. راه او از ولایت سامری می گذشت. اینک عیسی به سوهار نام شهر سامری آمده رسید که آن در نزدیکی زمین است که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود. در آنجا چاه یعقوب بود که عیسی از سفر مانده شده برای دم گرفتن در کنار چاه نشست. وقت قریب نصف روزی بود.
همین وقت یک زن سامری برای آب به سر چاه آمد. آب بنوشم. شاگردان او برای خریدن خوراکواری به شهر رفتند. چطور شما که یهودی هستید از من سامری آب میپرسید؟ گپ در سر آن است که یهودیان با سامریان رفت آمد ندارند. اگر می دانستی که خداوند چی عطا می کند و کی آب می پرسد، خودت از او آب خواهش می کردی و به تو آب حیات می داد. خواجه شما ستیل ندارید و چاه چقور است، پس از کجا آب حیات میگیرید؟ اجداد ما یعقوب این چاه را به ما داد، از آن خودش و چاروایش را آب میداد. مگر شما از او بزرگتر هستید؟ کسی از این چاه آب نوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر که از آبی که من می دهم نوشد هیچگاه تشنه نخواهد شد. آبی که من به او می دهم از درون او مثل آب حیات ابدی جاری می شود. خواجم به من از این آب دهید که دیگر تشنه نشوم و برای آب به این چاه نآیم. رفته شوهرت را جیغ زده بیا. من شوهر ندارم. راست گفتی که شوهر نداری. 5 شوهر داشتی و مردی که با او حالا زندگی میکنی شوهرت نیست. تو راست گفتی. معلوم که شما پیغمبر هستید. اجدادان ما در این کوه عبادت میکردند، اما شما یهودیان میگویید که باید در یروشلیم عبادت کنم. ایسان باور کن، وقتی میرسد که به پدر آسمانی نه تنها در این کوه و نه تنها در یروشلیم سجده خواهید کرد. سامریان نمیدانید به کی سجده میکنید، اما ما میدانیم که را میپرستیم، زیرا نجات از یهودیان میآید. ولی وقتی میرسد و لکی رسی که پرستندگان حقیقی به پدر در روح و راستی سجده میکنند، زیرا او چنین ایمانداران را میجوید. خدا روح است و آنهایی که به او سجده میکنند باید در روح و راستی سجده کنند. میدانم که مسیح باید بیاید و همه چیز را به ما بیان کند. آن کس منم که با تو صحبت میکنم. همین وقت شاگردان عیسی از شهر برگشته حیران ماندند که عیسی با زن صحبت میکند. لیکن کسی نپرسید که عیسی چی میخواهد یا چرا با آن زن صحبت میکند. زن کوزه خود را ماند و به شهر رفته به مردم گفت: رفتیم شخصی رو بینید که هر کاری کردم رو یک به یک گفت. شاید او مسیح باشد. آنگاه مردم از شهر برآمده به نزد عیسی آمدند. در این میان شاگردان از عیسی خواهش کردند: استاد یگان چیز خورید؟ عیسی جواب داد: من غذایی دارم که از آن بخبرید. شاگردان باز به هم دیگر گفتند: شاید کسی به او خوراک آورده باشد. غذای من اجرا کردن خواست فرستنده ام و به انجام رساندن کارهای اوست. مگر نمیگویید بعد از 4 ماه وقتی درو میرسد؟ اما میگویم به کشتزار نگرید که آن چگونه برای درو تیار شده است. دروگر مزد میگیرد و برای حیات ابدی حاصل جمع میکند تا که هم کارنده و هم دروگر یک جای خرسند شوند. درست است که یکی میکارد دیگری آن را درو میکند. شما را بهر دروی فرستادم که برایش زحمت نبرده اید، دیگران بردند و از آنها فایده میبینید. بیشتری سامریان به خاطر سخنی آن زن که هر کاری در زندگی کردم را به من یک به یک گفته بود به عیسی ایمان آوردند. وقتی که سامریان به نزد عیسی آمده از او خواهش کردند که همراه آنها بماند، او 2 روز در آنجا ماند. آنگاه شماره زیادتری مردم به عیسی از روی سخنان خودی او ایمان آوردند. آنها با آن زن گفتند: اکنون ما نه از برای سخنان تو ایمان می آوریم، بلکه خودمان سخنهایش را شنیده فهمیدیم که وی حقیقتاً نجات دهنده جهان است. بعد از 2 روز عیسی از آنجا برآمده به جلیل رفت. او خود شاهدی میداد که پیغمبر در دیار خود قدر ندارد.
اما وقتی او به جلیل آمد مردم آنجا او را قبول کردند، چون که آنها هنگام جشن عید در یروشلیم بودند و همه کارهایی را که عیسی در آنجا کرده بود دیده بودند. عیسی باز به قنای جلیل که پیشتر در آنجا آب را به شراب تبدیل داده بود آمد. در کفرنهم پسری یک درباری بیمار بود. این درباری از یهودیه به جلیل آمدن عیسی را شنیده به نزد او آمد و التجا کرد که به کفرنهم آمده پسری او را که در دم مرگ بود شفا بخشد. شما تا یگان معجزه نبینید ایمان نمی آورید. حاجی بیایید با من. پسرم میمیرد. برو. وی نمیمیرد. آن مرد به سخنان عیسی ایمان آورده سوی خانه اش رهسپار شد. هنوز در راه خدمتگارانش او را پیشواز گرفته گفتند که پسرتان زنده هست. درباره از آنها پرسید که در کدام ساعت حالش خوب شد. تباش ساعت یکی روز دینه پست شد. آنگاه پدری بچه فهمید که این همان ساعت روی داد که عیسی با او گفته بود. وی نمیمیرد. پس او با تمام اهل خانوادهش به عیسی ایمان آوردند. این معجزه دویمی بود که عیسی بعد از یهودیه به جلیل برگشتنش نشان داده بود. بعد از آن ایام عید یهودیان بود و عیسی به یروشلیم رفت. در یروشلیم در نزدیکی دروازه گوسفندان حوضی بود که به زبان عبرانی بیت حسدا نامیده میشد. آن 5 ایوان داشت و شماره زیادی بیماران، کورها، لنگها و شلها می خوابیدند. در آنجا این چنین مرد می خوابید که 38 سال باز گرفتار بیماری بود. وقتی عیسی دید که او در آنجا خوابیده است و فهمید که وی مدت دراز بیمار است، میخواهی صحت شوی؟ حاجه من کسی ندارم که مرا به حوض اندازد. تا من نزدیک می آیم که کسی از من پیشتر به حوض می درآید. برخیز. جایگاهت را برداشته رو. آن مرد فوراً صحت شده.
جایگاه خود را برداشته رفت. آن روز روز استراحت بود. از این سبب راهبران یهودی به مرد شفایافته گفتند: امروز شنبه است و روا نیست که جایگاهت را برداشته بری. کسی که به من شفایی بخشید به من اجازت داد. کدام آدم به تو چنین گفت؟ اما مرد شفایافته نمیدانست که وی کی بود، چون که عیسی در بین مردم آنجا بوده از نظر غایب شد. پس از آن عیسی او را در خانه خدا دیده گفت: اکنون تو شفا یافتی، گناه نکن تا از آن بدتر نشوی. آن مرد به نزد راهبران یهودی رفت گفت که او را عیسی شفا داده است. از بس که عیسی چنین کارها را در روز استراحت میکرد، یهودیان از دنبال او افتادند. عیسی با آنها جواب داد: پدر من همیشه کار میکنم، من نیز همیشه کار میکنم. بنابراین در راهبران یهودی نیت کشتن عیسی باز زیادتر شد، چون که او نه تنها قاعده روز استراحت را ویران میکرد، بلکه خدا را باز پدری خود نامیده با همین خود را به خدا برابر میکرد. اما عیسی جواب داد: براستی میگویم پسر با اختیار خود هیچ کار کردن نمیتواند. هرچی پدر میکند همان را پسر هم میکند. پدر پسر را دوست میدارد، همه چیز را به او نیز نشان میدهد. وی به پسر از این همکارهای بزرگ نشان میدهد که حیرت آورند. چطوری که پدر مردگان را زنده میکند، همچنان پسر نیز به هر کی خواهد حیات میبخشد. زیرا پدر حکم نمیکند، بلکه حکم کردن را پوره به پسر سپاریده است، تا همه پسر را مثل پدر احترام کنند. هر کی پسر را احترام نمی کند، پدر را هم احترام نمی کند. هر کی مرا شنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات ابدی یافته حکم نمی شود، بلکه الکی از مرگ به حیات گذشته است. براستی می گویم وقتی می آید و الکی رسیده است که مردگان صدای پسر خدا را می شنوند و زنده می شوند. چنان که پدر سرچشمه حیات است، پسر را نیز سرچشمه حیات کرده است. او به پسر قدرت حکم را داده است، زیرا پسر فرزند انسان است. از این در حیرت نمانید. وقتی می رسد که مردگان صدای او را شنیده از قبرها می خیزند، آنهایی که نکوکار بودند برای حیات، اما بدکاران برای حکم برمیخیزند. من به اختیار خود عمل نمی کنم، آنچه بشنوم همان طور حکم می کنم و حکم من عادلانه است، زیرا خواست فرستنده‌ام را اجرا کردن می خواهم. اگر من درباره خود شهادت دهم، شهادت من اعتبار ندارد. اما من شاهدی دیگری دارم و میدانم که شاهدی او درباره من حقانی است. شما آدمان خود را به نزد یحیی فرستادید و او آیه راستی شهادت داد. من محتاج شهادت انسان نیستم، فقط به خاطر نجات شما این را گفتم. یحیی مانند چراغ بود و خواستید که مدت در روشنی او خرسندی کنید، ولی من شهادت بزرگتر از آن که یحیی داده بود دارم. آن کارهایی که پدر به من داده است و کارهایی که من اجرا کردم شاهد آنند که مرا پدر فرستاده است. پدرم که مرا فرستاده است شاهد من است. شما نه آواز و نه نمود او را میدانید. کلام او در دلهای شما نیست، زیرا به فرستاده‌اش ایمان نمی آورید.
نوشتجات را می آموزید و فکر میکنید که حیات ابدی می یابید، ولی آن هم درباره من شهادت می دهد، ولی شما نمی خواهید حیات یابید. با تعریف انسان محتاج نیستند. من خوب می دانم که شما در دلهایتان محبت خدا را ندارید. نزد شما از نام پدرم آمدم و مرا رد میکنید، ولی دیگری به نزدتان از نام خود آید، او را قبول میکنید. اگر تعریف یکدیگر را معقول دانید و تعریف خدای یک و یگانه را نجویید، چطور ایمان میارید؟ گمان نکنید که من شما را در پیش پدر عیبدار میکنم. موسی عیبدار کننده شما است که به او امید میبندید. اگر به موسی ایمان می داشتید به من هم ایمان می آوردید. او درباره من نوشته بود. چون به نوشته او باور نمی کنید، چطور به من باور می کنید؟ بعد از این عیسی به ساحل دیگری کوه جلیل روانه شد. از پس او مردم بسیاری رفتند، زیرا آنها معجزه های او را در شفا دادن بیماران دیدند. عیسی با بالای کوه برآمده همراه شاگردانش در همان جا نشست. ایام جشنگیری عید بلاگردان یهودیان نزدیک آمده بود. عیسی به اطراف نگاه کرد و مردم زیادی به طرفش آمده ایستاده را دیده به فیلیپوس گفت: برای سیر کردن اینها از کجا نان خرید؟ او خوب میدانست که چی کار میکند، اما فیلیپوس را سنجیدنی شده این سخنان را گفت. با 200 دینار نان خریم هم به هر کس اقلاً یک لقمگی نان نمیرسد. شاگردش اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به عیسی گفت: در اینجا پسر بچه هست که 5 نان جا و 2 ماهی دارد، ولی با این قدر مردمی زیاد و چی می شود؟ با مردم گوید که بشینند. در آنجا سبززار بود. شماره همه نشستگان قریب 5000 مرد بود. عیسی نان را گرفته دعای شکرانه خواند و آن را به نشستگان تقسیم کرده داد. بعد با ماهی ها همچنین کرد. و به همه چقدری که میخواستند همان قدر داد.
وقتی مردم سیر شدند عیسی به شاگردانش گفت نانهای باقی را جمع کنید که اسراف نشود. شاگردان نان پاره های 5 نان جو را که از خورنده ها باقی مانده بود جمع نموده 12 سبد را پر کردند. مردم معجزه عیسی را دیده گفتند او حقیقتا همان پیغمبر است که باید به جهان بیاید. عیسی فهمید که آنها نیتی آمده او را دستگیر و به زوری پادشاه کردن دارند. از این رو تنها به کوه برآمد. وقتی شب شد شاگردان عیسی به لب بحر فرآمدند و به قایق سوار شده به ساحل دیگری بحر به سوی کفرنهم روانه شدند. روز الکی تاریک شد ولی عیسی هنوز به نزدشان نآمده بود. از سبب وزیدن شمال سخت بحر به تلاطم آمد. وقتی آنها با مسافه 5-6 کیلومتر قایق را رانده رفتند عیسی را دیدند که در روی آب قدم زنان به قایق نزدیک می شود. آنها ترسیدند. نترسید، این منم. آنها می خواستند که او را به قایق گیرند. ولی قایق همان زمان به ساحلی که آنها روانه بودند آمده رسید. روز دیگر مردمی که در ساحل دیگری بحر مانده بودند فهمیدند که شاگردان عیسی به یگانه قایقی که در آنجا بود سوار شده رفتند. آنها می دانستند که عیسی هنگامی به قایق سوار شدن شاگردانش با آنها نبود. آن وقت آدمان از تبریه به نزدیکی محلی آمدند که در آنجا پس از دعای شکرانه خداوند نان خورده بودند. وقتی مردم دیدند که در آنجا نه عیسی هست و نه شاگردانش به قایق‌ها سوار شده به جستجوی او به کفرنهم رفتند. بعد او را در آن طرف بحر یافته از او پرسیدند استاد شما کی به اینجا آمدید؟ براستی میگویم مرا نه از برای معجزه هایم جستجو میکنید بلکه از آن که تا سیر نان خورده، نه برای خوراک نیست شونده بلکه برای خوراک ابدی مهنت کنید. این خوراک را فرزند انسان به شما میدهد چون که خدا پدر به اجرای این کار راضی است. برای اجرای طلب خدا چه باید کنیم؟ خدا طلب دارد که به فرستاده‌اش ایمان آورید. چی معجزه نشان میدهی تا که ما به تو ایمان آوریم؟ تو چی کار میکنی؟ اجدادان ما در بیابان من نخوردند. نوشتجات میگوید او برایشان از آسمان نان داد. به شما راست میگویم نان را موسی نداده است. این پدری من است که به شما از آسمان نان حقیقی میدهد. زیرا نان خدا از آسمان پایان می آید و به جهان حیات می بخشد. با ما چونین نان بیده. من نان حیات هستم. هر که نزد من آید گرسنه نخواهد ماند و ایمان آورد تشنه نخواهد شد.
اما چنان که من به شما گفته بودم شما مرا دیدید ولی باور نمی کنید. کسی را که پدر به من داده است سویم می آید و کسی به نزد من آید من او را نمی رانم. از آسمان نه به خواست خود بلکه برای اجرای خواست فرستنده‌ام فرآمده. فرستنده‌ام می خواهد که کسانی که او به من عطا کرده است گم نکنم بلکه در قیامت آنها را زنده گردانم. زیرا اراده پدری من این است هر کس که پسر را بیند و به او ایمان آورد حیات ابدی می یابد و در روز قیامت من او را زنده می کنم. آنگاه در بین مردم برای آن غوغا برخاست که او من نانم که از آسمان فرآمدم گفت. مگر این مرد همان عیسی پسر یوسف نیست؟ هم پدر و هم مادر او را میشناسیم. اکنون او چطور گفته میتواند که من از آسمان فرآمدم؟ بین خود غرغر نکنید. تا پدر کس را به من جلب نکند کسی نمی آید و جلب شده را در قیامت زنده خواهم کرد. نوشته شده است خدا همه را می آموزاند. کسی را که پدر تعلیم داده باشد نزد من می آید. این معنا ندارد که کسی پدر را دیده است. فقط کسی که از پیش خدا آمده است پدر را دیده است. براستی می گویم آن که ایمان دارد حیات ابدی دارد. من نان حیات هستم. اجدادان شما در بیابان خوراک من را خوردند ولی از مرگ نجات نیافتند. اما نان آسمان حیات می دهد. من آن نانم که از آسمان فرآمده است. این نان را خورده حیات ابدی یابید. نانی که من می دهم بدن من است که آن را برای جهان می دهم. پس بین مردم بحث اوج گرفت. این شخص چگونه بدن خود را برای خوردن ما می دهد؟ من به شما راست می گویم تا بدن فرزند انسان را نخورید و خونش را ننوشید حیات نمی یابید. هر کی این را بکند حیات ابدی می یابد و من در قیامت او را زنده خواهم کرد. زیرا بدن و خون من خوراکی حقیقی است. هر کی آن را بخورد و بنوشد و در من زندگی می کند و من در او. پدر مرا فرستاد و او خود سرچشمه حیات است. کسی که مرا بخورد به واسطه من زندگی می کند. این است نانی که از آسمان پایان فرآمد. این مانند آن نان نیست که اجدادانتان خوردند ولی مردند. هر کی این نان را خورد تا ابد زنده است. این سخنان را عیسی هنگامی در عبادتخانه کفرنهم تعلیم دادنش گفت. بسیاری از شاگردان سخنان او را شنیده گفتند این تعلیمات وزنین است. میدانست که شاگردانش غرغر کرده ایستادند. با آنها گفت مگر این شما را از راه میزند؟ اگر به جای اوله برگشتن فرزند انسان را بینید چی میکنید؟ حیات را روح میبخشد و جسم این کار را کردن نمیتواند. آن سخنانی که من به شما گفتم روح و حیاتند. اما بعضیاتان ایمان نمی آورید. عیسی از اول میدانست که به او کی ایمان نآورده است و کی در حق او خیانت میکند. از این رو به شما گفتم
فقط آن کس نزد من آمده می تواند که پدر به او اختیار آمدن را داده باشد. بعد از این بسیاری شاگردانش از او روی گرداندند و دیگر همراه او نرفتند. شما چی؟ رفتن نمی خواهید؟ خداوند، ما به نزد کی می رویم؟ سخنان حیات ابدی از آن توست. ما ایمان آوردیم و فهمیدیم که تو شخصی مقدسی خدا. خودم شما را تعیین کردم، مگر نه؟ ولی یکی از شما شیطان است. او این را درباره یهودای پسر شمعون اسقریوت، یکی از 12 شاگردانش می گفت که در آینده به عیسی خیانت کرد. بعد از آن عیسی در سرزمین جلیل می گشت. او نمی خواست که در یهودیه باشد، چون که راهبران یهودی خواهان مرگ او بودند. عید خیمه های یهودیان نزدیک آمد و برادران عیسی با او گفتند: از اینجا برآمده به یهودیه رو، بگذار شاگردانت هم کارهای میکردگیت را در آنجا ببینند. کسی که شهرت می جوید کارهایش را پنهان نمی کند. تو که این کارها را می کنی خود را به جهان آشکار نما. حتی برادرانش به او ایمان نداشتند. وقتی من هنوز نرسیده است، به شما هر وقت خوب است. جهان مرا بد می بیند، شما را نه، چون که من می گویم که کارهایش بد است. شما به این عید روید، ولی من نمی روم، چون که وقتی من هنوز نرسیده است. با آنها همین طور گفته عیسی در جلیل ماند. اما پس از آن که برادرانش به عید رفتند، عیسی هم نه آشکارا بلکه پنهانی به آنجا رفت. در وقت عید راهبران یهودی او را جستجو کردند. آنها این آدم کجاست گفته میپرسیدند. وای آدمی خوب است میگفتند بعضی ها، نه او مردم را گمراه میکند میگفتند دیگران. اما همه از راهبران یهودیان ترسیده آشکارا درباره او سخنی هم به زبان نمی گرفتند. در میان هفته عید عیسی به خانه خدا آمده به تعلیم دادن شروع نمود. راهبران یهودی به تعجب آمدند. از کجا و اینقدر دانش دارد؟ وی که در هیچ جا نخوانده است. تعلیمات من از خودم نیست، بلکه از فرستنده هم است. کسی که خواست خدا را به جا آوردن میخواهد میفهمد که این تعلیمات از خداست یا من از خود میگویم. هر کی از نام خود سخن میگوید برای خود شهرت میجوید، ولی کسی که برای فرستنده خود شهرت دارد در دل او فریبی نیست. موسی به شما شریعت را نداده است؟ یگان کسان را رعایت نمی کند. چرا مرا کشتن میخواهید؟ تو دیو داری کی تو را کشتن میخواهد؟ من تنها یک کار کردم و شما در تعجب ماندید. موسی ختنه را فرمود. این انعنه نه از موسی بلکه از اجدادان مانده است و پسرانتان را در روز استراحت ختنه می کنید. اگر برای شریعت موسی در روز استراحت پسرانتان را ختنه کنید، چرا از من خشمگین می شوید که در این روز شخصی را شفا دادم؟ رویکی نه، بلکه از روی عدالت حکم کنید. بعضی از ساکنان یروشلیم گفتند: مگر او همان آدمی نیست که او را کشتن میخواهند؟ بینید او روی راست تعلیم میدهد و کسی با او چیزی نمیگوید. نخواد حکومتداران فهمیده باشند که او حقیقتا تعیین شده خدا است. ما باشیم از کجا بودن این آدم را میدانیم، اما وقتی که تعیین شده خدا می آید از کجا بودن او را هیچ کس نمیداند. در خانه خدا عیسی تعلیم داده خطاب کرد: شما مرا میدانید، از کجا بودنم را هم. من از نام خودم نآمدم. کسی که مرا فرستاده است حق است. من او را میشناسم ولی شما نه، چون که من با او بودم و مرا او فرستاد.
میخواستند دستگیرش کنند. ولی از سبب آنکه وقت او هنوز نرسیده بود کسی به او دست نرساند. اما مردمی بسیار به او ایمان آوردند. وقتی که مسیح می آید مگر از این کس زیادتر معجزه نشان میدهد؟ فریسیان این گپ‌ها را شنیدند. بعد آنها و سرداران روحانی برای دستگیر کردن عیسی پاسبانان خانه خدا را فرستادند. باز کمی وقت با شما میمانم. بعد به نزد فرستنده خود برمیگردم. شما مرا میکابید اما نمییابید. جایی میروم که شما آمده نمیتوانید. راهبران یهودی به یکدیگر گفتند او به کجا رفتن میخواهد که ما او را یافته نمیتوانیم؟ آیا او به یونان برای تعلیم یونانی ها رفتن است؟ او میگوید که مرا میکابید اما نمییابید و به جای من آمده نمیتوانید. این چه معنا دارد؟ در روز آخرین و مهمترین عید عیسی از جایش برخسته با آواز بلند اعلان کرد: کسی که تشنه است نزد من آید و کسی که ایمان می آورد بنوشد. نوشته شده است که از باطن او آب حیات جاری می شود. او این را درباره روح گفت که کسانی به او ایمان آورده قبول کردنشان لازم بود. روح هنوز عطا نشده بود زیرا عیسی هنوز صاحب تمام شهرت و جلال خود نگردیده بود. بعضی ها سخنان او را شنیده گفتند: این آدم از راستی همان پیغمبر است. مسیح هرگز از جلیل پیدا نمی شود. آخر نوشته جات میگوید که مسیح باید از اولاد شاه داوود از دهه بیت لحم منزل داوود باشد. اینک در بین مردم درباره عیسی نزاع برخاست. بعضی ها میخواستند او را دستگیر کنند لیکن هیچ کس به او دست نرساند. وقتی که پاسبانان به نزد سرداران روحانی و فریسیان برگشتند از پاسبانان پرسیدند: چرا او را نآوردید؟ کسی هرگز مانند سخن نگفته است. شما را هم گمراه کرد. مگر کسی از سرداران یا فریسیان به او ایمان آورده است؟ مردم باشد از شریعت بیخبر. و لعنت زدند. اما یکی از آنها نیقودیموس که پیشتر به نزد عیسی آمده بود با آنها گفت: آیا از روی شریعت ما کس را نشنیده و کاری کردهش را ندانسته حکم میبراریم؟ تو خودت که از جلیل نیستی؟ نوشته جات را خوان و میبینی که از جلیل پیغمبر نمیبراید. آنگاه همه به خانه هایشان رفتند. عیسی باشد به تپه زیتون رفت. سحری بر وقت او باز به خانه خدا آمد. تمام مردم به نزدش آمدند و او نشسته به تعلیم دادن آنها شروع کرد. در این وقت شریعت دانان و فریسیان به نزد او زنی را آوردند که هنگام علاقه به نکاح داشتنش دستگیر شده بود. استاد، این زن هنگام علاقه به نکاح داشتنش دستگیر شده است. موسی در شریعت فرموده است که چون این زن سنگسار کرده شود. شما چه میگویید؟ آنها این سخنان را برای بدام افکندن عیسی گفتند تا که بعد او را عیبدار نمایند. اما عیسی سرش را خم کرده با انگشتش در روی زمین چیزی می نوشت. آنها سوال دادن را بس نمی کردند که عیسی برخاست.
کسی که در بین شما بیگناه باشد اولین شده او را سنگ زنند. عیسی باز با سری خم در روی زمین می نوشت. مردم این را شنیدند و از کلان سالان سر کرده یکی از پس دیگر به هر طرف پراکنده شدند. آنگاه عیسی با زنی که در پیش او ایستاده بود تنها ماند. عیسی از جای برخاست. کجا رفتند؟ مگر کسی تو را عیبدار نکرد؟ هیچ کس خواجه. من هم تو را عیبدار نمی کنم. رو و دیگر گناه نکن. عیسی باز با مردم گفت: من نور جهانم. کسی که از پس من می آید نور حیات با اوست. تو از نام خودت شهادت میدی، بنابراین سخنت اعتبار ندارد. نه، من شهادت می دهم و سخنم درست است، زیرا من می دانم که از کجا آمدم و به کجا می روم. ولی افسوس که شما این را نمی دانید. شما با معیار انسانی حکم می کنید، اما من حکم نمی کنم. اگر من حکم کنم هم حکم من حق است، چون که من تنها نیستم. پدری که مرا فرستاد با من است. شریعت شما می گوید که شهادت دو شاهد با اعتبار است. من از نام خودم شهادت می دهم و پدری که مرا فرستاده است نیز بر من شهادت می دهد. پدری تو کجاست؟ من و پدرم را نمی شناسید. اگر مرا می شناختید پدر را نیز می شناختید. این سخنان را او در خانه خدا گفته بود، ولی کسی او را دستگیر نکرد، چون که وقت و ساعت او حالا نرسیده بود. من می روم و مرا می کابید، ولی در گناه خواهد مرد و با آنجا رفتن نمی توانید. او با این سخنان چی را در نظر دارد؟ آیا او خودکشی می کند؟ شما همه از عالمی پایان، ولی من از عالمی بالا. شما از این جهان هستید، ولی من نه. من به شما گفتم که با گناهایتان خواهد مرد. شما در گناه می میرید. اگر باور نکنید که من همانم. تو کی هستی؟ من از اول به شما گفته بودم. من برای عیبدار کردن شما چیزهای زیادی گفته می توانم، ولی کسی که مرا فرستاده است حق است و من گفته او را به جهان اعلان می کنم. آنها نفهمیدند که وی با آنها درباره پدر می گفت. مرا در صلیب برداشته می فهمید که من همانم و از پیش خود هیچ کاری نمی کنم. فقط آنچه را می گویم که پدر به من تعلیم داده است. فرستنده من با من است، مرا تنها نگذاشته است، زیرا همیشه خواست او را می کنم. بسیار کسان از روی این سخنان با او ایمان آوردند. اگر گفته های مرا کنید شاگردانم می شوید و راستی را فهمیده آزاد خواهید شد. ما از اولاد ابراهیم هستیم و هرگز غلام کسی نبودیم. چی رو در نظر داری؟ از چی آزاد شویم؟ به راستی می گویم کسی که گناه می کند غلام گناه است.
غلام در یک خاندان تا آخر زندگی نمی کند، اما پسر همیشه می ماند. اگر پسر آزاد کند از راستی آزاد می شوید. شما اولاد ابراهیم ولی مرا کشتن می خواهید، زیرا سخنانم را قبول ندارید. چیزهای را می گویم که نزد پدرم دیدم. شما باشید گفته پدری خود را می کنید. پدر ما ابراهیم است. اگر از راستی اولاد ابراهیم می بودید کارهای او را می کردید. ولی شما مرا که راستی را از خدا شنیده به شما گفتم کشتن می خواهید. ابراهیم چنین نکرده است. شما کارهای پدری خود را می کنید. ما کو حرامزاده نیستیم. ما یک پدر داریم که او خدا است. اگر خدا پدری شما می بود مرا دوست می داشتید، زیرا من نه خود سرانه بلکه از جانب خدا آمدم. او مرا فرستاده است. چرا سخنان مرا نمی فهمید؟ چون که شما طاقت شنیدن آنها را ندارید. پدری شما ابلیس است و شما آرزو و هوس پدری خود را اجرا کردن می خواهید. او از ازل آدم کش بود و هیچگاه راست نگفته است، چون که در او راستی نیست. دروغ گفتن به او خاص است. او دروغ می گوید چون که او دروغگوی و پدری همه دروغ هاست. لیکن من راست می گویم و شما به من ایمان نمی آورید. کی می تواند گناه من را یابد؟ پس اگر من راستی را گویم چرا به من ایمان نمی آرید؟ کسی که از خدا باشد به کلامش گوش می دهد. شما از خدا نیستید، برای همین گوش نمی دهید. مگر ما نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ من دیو ندارم. پدری خود را حرمت می کنم ولی شما مرا نه. من در جستجوی شهرت خود نیستم. کسی دیگری در جستجوی آن است و او داور می شود. براستی می گویم کسی که گفته های مرا اجرا می کند نخواهد مرد. اکنون دانستم که دیوانه ای. ابراهیم مرد و پیغمبران هم، ولی تو میگویی که سخنانی مرا اجرا کنید نمیمیره. اجداد ما ابراهیم مرد، مگر تو از او بزرگتر هستی؟ پیغمبران هم مردن. تو خود را کی میحسابی؟ اگر من خود را شهرت می دادم این ارزش نمی داشت، اما مرا پدرم که خدای خود می خواند شهرت می دهد. شما هیچ وقت او را نمی شناختید ولی من می شناسم و گفته هایش را بجا می آرم. اگر گویم که او را نمی شناسم مانند شما دروغ گوی می شدم. اجداد شما ابراهیم شاد بود که روزی آمدن مرا می بیند و این روز را دید و خرسند شد. تو حتی 50 ساله هم نیستی، چی خیلی ابراهیم را دیدی؟ براستی میگویم پیش از تولد ابراهیم من هستم. آنها خواستند او را سنگسار بکنند. ولی عیسی خود را پنهان کرده از خانه خدا برآمده رفت. عیسی راهروان شخصی را دید که کوری مادرزاد بود. استاد، از برای گناه کیو کور تولد شده است؟ از برای گناه خودش یا گناه پدر و مادرش؟ نه از برای گناه خودش و نه از والدانش.
این برای آن است که کارهای خدا در وی معلوم شوند. تا روز است ما باید کارهای فرستنده مرا کنیم. هنگام شب کار کرده نمی شود. تا من در جهان هستم، من نور جهانم. این را گفته به زمین توف کرد و آن را به خاک آمیخته. گل را به چشمان کور مالید. رفته در حوض شلوه رویت را بشوی. معنای آن فرستاده است. او رفته رویش را شست و با چشمان بینا برگشت. همسایه ها و آنهایی که او را دیده بودند به همدیگر می گفتند آیا این همان نیست که نشسته گدایی می کرد؟ بله همان است. نه، او فقط مانند است. من همان مردم. تو چطور بینا شدی؟ مرد با نام عیسی گل ساختم. به چشمانم مالید و گفت که به شلوه رفته رویم را شویم. من رفته شستم و بینا شدم. او در کجاست؟ نمیدانم. مرد را که پیشتر کور بود نزد فریسیان بردند. روزی که عیسی گل ساخته چشمان او را شفا داد روز استراحت بود. فریسیان هم از او پرسیدند که چطور او بینا شد. او به چشمانم گل مالید و من رویم را شستم و اکنون میبینم. آن مرد از خدا نیست. قاعده های روز استراحت را رعایت نمی کند. مگر گناهکار می تواند چون این معجزه ها را نشان دهد؟ بین آنها نزاع به وجود آمد. وی چشمان تو را بینا کرد. درباره‌اش چی میگویی؟ او پیغمبر است. آنها تا پدر و مادری آن کور را دعوت نکردند باوری نداشتند که آدم پیشتر کور بود و بعد بینا شد. این پسر شما میگوید که کور تولد شد. پس چطور حالا میبیند؟ ما میدانیم که این پسر ماست و کور تولد شده است. اما نمیدانیم که چطور او اکنون میدیدگی شد و کیست آن کس که او را شفا داده است. از او پرسید. او بالغ است و خودش گفته میتواند. آنها ترسیده چنین گفتند زیرا رهبران یهودی قرار کرده بودند که هر کس عیسی را تعیین شده خدا گوید از عبادت خانه جدا کرده می شود. برای همین هم به آنها گفتند او به وایه رسیده است. از خودش پرسید. اینک شخصی را که کور بود باری دیگر جغ زده به او گفتند به خدا راستش را بگوی. میدانیم که آن شخص گناهکار است. گناهکار است یعنی من نمیدانم.
همین را میدانم که کور بودم و اکنون میبینم. او با تو چیکار کرد؟ چطور چشمان تو را بینا کرد؟ من به شما گفته بودم ولی شما گوش نکردید. چرا باز شنیدن میخواهید؟ شاید شما هم شاگرد او شدنی هستید. آنها او را سرزنش کردند. این تو شاگردی او هستی. اما ما شاگردان موسایی که با خدا گپ زده است، ولی درباره این مرد و از کجا بودنش را نمیدانیم. عجیب است که مکان او را نمیدانید، حالان که او مرا بینا کرد. خدا دعای گناهکاران را نمیشنود، فقط کسی را میشنود که خدا ترس و در اجرای خواستی او هست. از روزی که عالم هست باری نشنیده ایم که کسی کوری مادرزاد را بینا کرده باشد. اگر او از جانب خدا نمی آمد هیچ چیز کردن نمیتوانست. تو باشی در گناه زاده شده ای و باز ما را تعلیم میدی. این را گفته او را راندند. پس از راندن عیسی او را یافته پرسید: تو به فرزند انسان ایمان داری؟ خواجه به من بگو که او کیست تا ایمان آورم. تو او را دیده ای؟ او همان کسی است که حالا با تو گپ میزند. ایمان دارم خداوند. و به عیسی سجده کرد. من برای داوری آمدم تا کورها بینا شوند و آنهایی که میبینند کور شوند. فریسیانی که نزد او ایستاده بودند این را شنیده به او گفتند: شما ما را کور نمیشمارید. اگر کور می بودید عیبدار نمی شدید، ولی می گویید که بینا هستید، پس گناهکار می مانید. به شما راست میگویم، هر کی به عاقل گوسفندان نه از در بلکه از جای دیگر گذشته درآید دزد و راهزن است. آن کی از در می درآید چوپان گوسفندان است. گوسفندان صدای او را می شنوند. چوپان گوسفندان خود را با نام فریاد کرده به بیرون می برارد. آنگاه خود پیشا پیش می رود و گوسفندان از خفای او، چون که آواز او را می شناسند. آنها از خفای بیگانه نمی روند، برعکس از او می گریزند، چون که بیگانه را نمی شناسند. عیسی با آنها این مثل را نقل کرد، اما آنها معنایش را نفهمیدند. عیسی باز با آنها گفت: براستی میگویم من دروازه گوسفندان هستم. پیش از من آمدگان دوست هستند، گوسفندان آنها را گوش نکردند. دروازه منم. هر کسی که به واسطه من می درآید نجات می یابد. دوست فقط برای دزدیدن، کشتن و نابود کردن می آید. آمدم تا که حیات داشته باشه و حیات فراوان. من چوپان نیکم و جانم را برای گوسفندان می دهم. مرد کرا شده که گوسفندان از آن او نیستند، نزدیک شدن گرگ را بیند، رمه را مانده می گریزد و گرگ به گوسفندان حمله می کند. آدم کرا شده از آن سبب می گریزد که پروای گوسفندان ندارد. من چوپان نیک هستم. پدر و من همدیگر را می شناسیم و من گوسفندان خود را می شناسم و آنها مرا، و جانم را فدای آنها می کنم. من گوسفندان دیگری دارم که از این عاقل نیستند. من باید آنها را نیز بیارم. آنها با آواز من گوش می کنند و آنگاه یک رمه با یک چوپان خواهد شد. پدر مرا برای آن دوست می دارد که من جان خود را فدا می کنم تا آن را به دست آورم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من آن را با اختیار خود می دهم. من قدرت دارم که آن را دهم و باز به دست آورم. پدرم چون این فرمان را به من داده است.
از این سبب باز در بین مردم نزاع به وجود آمد. دیو دارد. دیوانه. چرا ایرا گوش میکنید؟ این سخنان شخصی دیوانه نیستند. اگر دیو کورا بینا کرده میتواند. زمستان فرا رسید. در یروشلیم عید خاطره بخشیده شوی خانه خدا بود. عیسی در حولی خانه خدا در ایوان سلیمان میگشت. تا کی ما را در گمراهی نگاه میداری؟ و ما راستش را بگو، تو مسیح هستی یا نه؟ من به شما الکی گفتم ولی باور نمی کنید. آن کارهایی که از نام پدر خود می کنم شاهد من هستند. لیکن شما نمی دانید چون که گوسفندان من نیستید. گوسفندان من آوازم را می شنوند. آنها از پس من می آیند. من به آنها حیات ابدی می بخشم. کسی آنها را از من نمی رباید. چیزی که پدرم به من داده است از همه بزرگتر است و هیچ کس آنها را از دست پدر ربوده نمی تواند. من و پدر یک هستیم. یهودیان باز برای سنگسار کردن او سنگ برداشتند. من به شما از جانب پدر بسیار کارهای نیک نشان دادم. برای کدامش مرا سنگسار میکنید؟ نه برای کارهای نیکت بلکه برای سخن کافرانت که تو انسان هستی و خود را خدا میشماری. شریعت شما میگوید شما خدایان هستید و این گفته ها هیچ وقت بیکار کرده نمی شوند و خدا آن کسان را که سخنانش به آنها روانه شدند خدایان نامید. اما خدا مرا انتخاب کرد و به این جهان فرستاد. آنگاه چطور شما برای خود را پسری خدا خواندنم کافر میگویید؟ اگر کارهای پدرم را اجرا نکنم به من ایمان نیاورید، لیکن آنها را به عمل آورم هم شما باور نمی کنید. به کارهای من ایمان آورید تا بدانید و بفهمید که پدر در من است و من در پدر هستم. آنها بار دیگر خواستند او را دستگیر کنند ولی او خود را از دست آنها رها کرد. عیسی باز با آن طرف دریای اردن که یحیی در آنجا پیشتر مردم را تعمید میداد رفته در همانجا ماند. مردم زیاد پیش او آمدند. آنها می گفتند که یحیی هیچ معجزه نشان نداده بود ولی همه سخنان یحیی درباره این شخص گفته‌اش درستند. آنگاه بسیاری آدمان به عیسی ایمان آوردند. لعازر نام مرد بیمار شد. او از بیت هینی از دهه بود که مریم با خواهرش مرتا زندگی میکرد. مریم همان زنی بود که به پایهای خداوند عطریات مالیده آنها را با موی سر خود خشکانیده بود. لعازر بیمار برادری او بود. خواهرانش کسی را با خبر نزد عیسی فرستادند که بگوید ای خداوند آن کسی که تو دوست می‌داری بیمار است. عیسی این خبر را شنیده گفت این بیماری لعازر نه برای مرگ بلکه برای شهرت و جلال خدا و برای آن است که فرزند انسان به واسطه آن جلال خود را نشان دهد. عیسی لعازر و خواهران او را دوست می داشت ولی از بیماری لعازر خبردار شده باشد هم باز 2 روز دیگر در جایش ماند.
او به شاگردانش گفت بیایید به یهودیه برمیگردیم. устод навакак мардум шуморо сангсор кардан мехостанду шумо боз он ҷо рафтанӣ ҳастед. کسانی که روزانه راه می روند پیشپان نمی خورند چون که روشنایی این جهان را می بینند. اما کسی که در شب می گردد پیشپان می خورد چون که روشنایی ندارد. دوست ما لعازار خوابیده است. من رفته او را بیدار می کنم. خداوند اگر خواب رفته باشد صحت می شود. عیسی مردن لعازار را در نظر داشت، اما آنها فکر می‌کردند که او فقط درباره خواب گپ می‌زند. لعازار مرده است. من خرسندم که در آنجا نبودم تا که ایمان آورید. حالا پیش او می رویم. آنگاه توما به شاگردان دیگر گفت بیایید ما هم می رویم تا همراه او بمیریم. برابری رسیدن عیسی فهمید که لعازار را 4 روز پیش گراندند. دهه بیت‌حنی از یروشلیم دور نبود. بنابراین بسیاری از یهودیان برای اظهار همدردی آمدند. مرتا خبری آمدن عیسی را شنیده به پیشواز او رفت، ولی مریم در خانه ماند. خداوند اگر اینجا می بودی برادرم نمی مرد. اما می دانم که حالا هم هرچی از خدا طلب کنی به تو می دهد. برادرت زنده می شود. می دانم که روز قیامت وی زنده می شود. من آن شخص زنده کننده و حیات بخش، کسی که به من ایمان دارد بمیرد هم از نو زنده می شود و کسی که در من زندگی می کند هرگز نمی میرد. تو باور می کنی؟ بله، من باور می کنم که تو مسیح پسر خدا که باید به جهان می آمد. این را گفته مرتا رفت و خواهر خود مریم را جغ زده فقط به او گفت استاد آمده است و تو را دعوت می کند. مریم این را شنیده به نزد عیسی رفت. عیسی هنوز به دهه ندر آمده در جای ماند که مرتا با پیشوازش برآمده بود. همراهان مریم او را دلبرداری می کردند. آنها برآمدن مریم را دیده گمان کردند که وی به قبرستان می رود و از پسش رفتند. وقتی مریم عیسی را دید خود را پیش پایهایش پرتافت. خداوند اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. وقت عیسی مریم و آدمان همراهش آمده را گریان دید. دلش سخت بی‌ضابطه شد. در کجا گرانیدید؟ رفتیم میبینید. عیسی گریه کرد. یهودیان گفتند او را دوست می داشت، لیکن بعضی آنها گفتند او که چشمان کور را بینا کرده بود مگر لعازار را از مرگ نگاه داشته نمی توانست. عیسی بار دیگر خشمگین شده به سر قبر آمد. این یک غار بود که در درآمدگاه آن سنگ گذاشته شده بود. سنگ را دور کنید. خداوند الکی بوی دارد. 4 روز گذشت. مگر من به تو نگفتم که
اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید. سنگ را دور کردند. عیسی به بالا نگریست. ای پدر، شکر میکنم که مرا میشنوی و من این را همیشه میدانستم، ولی دعا را به خاطر این مردم گفتم تا باور کنم که مرا تو فرستاده ای. این را گفته با آوازی بلند خطاب کرد. ای لعازار، بیرون آی. مردکی دست و پایش با کفن و رویش با روی مال پیچانده شده بود از قبر برآمد. او را کشایید تا راه رود. بسیاری از یهودیانی که نزد مریم آمده بودند معجزه عیسی را دیده با او ایمان آوردند. اما بعضیشان به پیش فریسیان رفته درباره کارهای عیسی خبر دادند. آنگاه سرداران و فریسیان مجلس شورا آراسته گفتند چیکار میکنیم؟ این آدم معجزه های زیادی نشان میدهد. اگر من نکنیم همه به او ایمان میآورند. آن وقت رومیان هم خانه خدا و هم خلق ما را نیست میکنند. یکی از آنها با نام قیافا که در آن سال سرور روحانیان بود گفت نادانها، مگر عیان نیست که اگر یک نفر به خاطر خلق بمیرد بهتر است از آن که تمام خلق نابود شود؟ قیافا این سخنان را با اختیار خود نگفت، بلکه از سبب همان سال سرور روحانیان بودنش از او این پیشگویی برآمد که عیسی برای خلق میمیرد. ولی نه تنها برای خلق یهودیان، اینچنین برای یکشوی فرزندان خدا که در روی زمین پراکنده‌اند میمیرد. از همان روز سر کرده آنها راهی چطور به قتل رساندن او را فکر کردند. عیسی دیگر در یهودیه آشکارا رفت و آمد نمیکرد. وی به افرایم نام شهری که در نزدیکی بیابان بود رفته با شاگردانش در همان جا ماند. عید بلاگردان نزدیک می شد و از گوشه و کنار مملکت مردم زیاد به یروشلیم روانه شدند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در خانه خدا از همدیگر می پرسیدند چی فکر دارید؟ نخواد او به عید بیاید؟ روحانیان فرمان برآوردند که کسی در کجا بودن عیسی را داند باید خبر دهد تا او را دستگیر کنند. شش روز پیش از سر شدن عید بلاگردان عیسی به بیت هینی به خانه همان لعازر که زنده کرده بود آمد. به شرف او ضیافت برپا کردند. مرتا خدمت میکرد. لعازر با عیسی و مهمانان دیگر سری دسترخوان نشسته بود. مریم باشد یک شیشه عطر نهایت قیمت بها را گرفته به پایهای عیسی مالید و
مویهایش پایهای او را خشک کرد. خانه را بوی معطر فرا گرفت. همین وقت یهودای اسقریوت، یکی از شاگردان که در آینده به عیسی خیانت میکند، گفت: برای چی این عطر با 300 دینار فروخته پول آن به کمبغلان داده نشد؟ او خزینه‌دار بود و برای منفعت خود پول میگرفت. او نه از غم کمبغلان بلکه از برای دزد بودنش آن سخنان را گفت. با وی کاردار نشو، بمان تا عطر را برای دفن من نگاه دارد. کمبغلان همیشه با شمایند، ولی من همیشه نمیمانم. اهالی یهودیه در بیت‌هینی بودن عیسی را دانسته به آنجا آمدند، ولی نه فقط به خاطر عیسی بلکه برای دیدن لعازر هم که عیسی او را زنده کرده بود. سرداران روحانی قرار دادند که لعازر را هم بکشند، زیرا مردم زیادی یهودیه از آنها رو گردانده به عیسی ایمان می آوردند. روز دیگر مردمی سرشماری که به عید آمده بودند شنیدند که عیسی به یروشلیم می آید. آنگاه آنها شاخه های درخت نخل را به دست گرفته به پیشواز او رفته می گفتند: شأن و شرف به خدا، برکت به کسی که از نام خداوند می آید و شاه اسرائیل است. عیسی به خرکره سوار شد، زیرا در نوشتجات آمده است: نترس ای شهر یروشلیم، انا شاه تو سواره خرکره آمده ایستاده است. شاگردان آن وقت نفهمیدند، ولی هنگامی که عیسی به تمام شهرت و جلال خدا صاحب شد، آنها به یاد آوردند که این در نوشتجات آمده است و همین طور هم روی داد. مردمی که در حضورشان عیسی لعازر مرده را از قبر جغ زده زنده کرده بود، پهن کردن این خبر را دوام می‌دادند. از سبب شنیدن این معجزه آدمان توده توده به پیشواز او برآمدند. اما فریسیان به یکدیگر گفتند: بینید، هیچ کار کرده نتوانستیم. انا تمامی جهان از پی او می رود. در بین آنهایی که برای سجده خدا آمدند یونانی ها هم بودند. آنها به فیلیپوس که از اهل بیت سیدای جلیل بود گفتند: خواجه، ما می خواهیم عیسی را بینیم. فیلیپوس این را به اندریاس خبر داد. بعد هر دویشان به عیسی گفتند: وقتی آن است که تمام جلال فرزند انسان آشکار گردد. به شما راست میگویم، تا دانه گندم به زمین افتیده نمیرد و یک دانه تنها میماند. اما اگر بمیرد حاصل زیاد می آورد. کسی که حیاتش را عزیز دارد آن را از دست می دهد و کسی که در این دنیا از حیات خود نفرت کند آن را برای حیات ابدی نگاه می دارد. خدمتگار من باید از پس من آید. جایی که من بمانم او نیز آنجا می شود. پدر خدمتگاران مرا سرفراز می گرداند.
حالا بیقرار است، نمیدانم چی گویم. بگویم که پدر مرا از این ساعت خلاص کن. ولی من محض برای همین ساعت آمدم. ای پدر، نام خود را شهرت ده. آنگاه از آسمان صدای شنیده شد: الک شهرت دادم و باز شهرتی بیشتر می دهم. این آواز را شنیده بعضیشان گفتند که این غرش رعد بود. دیگران گفتند فرشته با او سخن گفت. این صدا نه به خاطر من بلکه برای شما بود. حالا وقتی حکم این جهان است. اکنون حکمران این جهان رانده می شود. وقتی که من بالا برداشته می شوم، همه را سوی خود می کشم. با این سخنان او اشاره می کرد که چه طرز جان می دهد. شریعت می گوید که مسیح تا ابد زنده می ماند. پس چی طور فرزند انسان بالا برداشته می شود؟ فرزند انسان کیست؟ باز مدت روشنی با شما می ماند. حاضر که روشنی دارد راه روید تا که تاریکی شما را فرا نگیرد. زیرا شخص در تاریکی کجا رفتنش را نمی داند. ایمان آورید حالا که روشنی با شماست تا که پسران روشنی شوید. عیسی این را گفته آنجا را مانده رفت و از نظر آنها غایب شد. با وجود آنکه عیسی در حضور آنها معجزات بسیار نشان داد، آنها به او ایمان نآوردند. اشعیا پیغمبر گفته بود: این پیشگویی همین طور اجرا شد. ای خداوند، کی به پیام ما باور کرده است؟ به کی قدرت خدا آشکار گردیده است؟ این چنین آنها باز از آن سبب ایمان آورده نتوانستند که اشعیا پیغمبر چنین هم گفته بود: خدا چشمان آنها را نابینا و عقل آنها را تیره کرده است تا که آنها با چشمان خود نبینند و با عقل خود درک نکنند. وگر نمیگوید خدا، به من مراجعت میکردند تا من آنها را شفا دهم. اشعیا برای آن چنین گفته بود که شهرت و جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. به هر حال بسیار آدمان حتی منصبداران به عیسی اعتقاد کردند، ولی از ترس فریسیان به آن اقرار نمی شدند تا که آنها را از عبادتخانه ها جدا نکنند. آنها نظر به تعریف خدا تعریف انسانی را بهتر دانستند. عیسی خطاب کرد: هر که به من ایمان آورد، به کسی که مرا فرستاده است هم ایمان می آورد. هر که مرا بیند، فرستنده مرا هم می بیند. من همچون روشنی به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. کسی که سخنان مرا می شنود و اجرا نمی کند، حکم نخواهد شد. من نه برای حکم بلکه برای نجات جهان آمدم. کسی که من و سخنانم را انکار می کند، الکی حکم کننده دارد. روز قیامت سخنان من او را حکم می کند. این حقیقت است، چون که من از خود سخن نگفتم، بلکه پدر چی گفتن و چی نقل کردنم را فرمان داده است. فرمان او حیات ابدی می بخشد. بنابراین چیزی که پدر به من فرموده است می گویم. یک روز پیش از عید بلاگردان عیسی دید که وقت و ساعتی از این دنیا رفتن و به پیش پدرش برگشتن او رسیده است. او در این دنیا آدمان خود را دوست می داشت و محبتش نسبت به آنها تا آخر پایدار بود. از این رو هنگام خوراک شام
ابلیس الکی به دل یهودای پسر شمعون اسقریوت فکری در حق عیسی خیانت کردن را جا کرده بود. عیسی می‌دانست که پدر همه چیز را به دست او سپاریده است و او از جانب خدا آمده و پیش خدا برمیگردد. او از سر دسترخوان برخست جامه‌اش را کشید و میان خود را با سچاق بست. پس به تغاره دستروشویی آب ریخته و شستن و با سچاق در میان بسته‌اش خشک کردن پایهای شاگردان شروع کرد. او به نزد پتروس آمد. پایهایم را شستن میخوای خداوند؟ حالا تو کاری میکردم را نمیفهمی، بدتر میفهمی. هرگز پایهای مرا نمیشویی. اگر من این را نکنم تو با من شریک نمیشوی. خداوند، پس نه فقط پایهایم را، دست و سرم را هم بشوی. کسی که حمام کرده است کاملا پاک است. دویم باره شستن در کار نیست بغیر از پایها. شما پاک هستید. غیر از یک کس. او میدانست که در حقش کی خیانت میکند و برای همین گفت که نه همه پاک هستند. بعد از آن که پایهای آنها را شست، لباسش را پوشید و باز به سر دسترخوان نشسته گفت: فهمیدید حاضر برایتان چیکار کردم؟ مرا استاد و خداوند میخوانید و این رفتارتان درست است، چون که من همانم. من که خداوند و استاد شما پایهایتان را شویم، شما نیز پایهای یکدیگر را شویید. من به شما نمونه گذاشتم تا که عیناً مثل من رفتار کنید. به شما راست میگویم که خدمتگار از خواجه خود و فرستاده از فرستنده بزرگتر نیست. اکنون که اینها را میدانید، اگر این طور عمل کنید خوشبخت میشوید. این نه به همه شما دخل دارد. من کسانی انتخاب کردم را میدانم، ولی این نوشتجات بگذار اجرا شود. کسی که نان مرا میخورد بر زیدم دست برداشت. این را پیش از روی دادنش میگویم تا که بعد از این حادثه ایمان آورید که این من هستم. به شما راست میگویم، هر که فرستاده مرا قبول کند مرا قبول میکند و هر که مرا قبول کند فرستنده مرا هم قبول میکند. این را گفته عیسی سخت بی‌ضابطه شد و اعلان کرد: به شما راست میگویم، یکی از شما به من خیانت میکند.
شاگردان به یکدیگر نگاه کرده در حیرت ماندند که او کی را در نظر دارد. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت در پهلوی او نشسته بود. پتروس به او اشاره کرد. از او پرس کی را در نظر دارد؟ آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده پرسید. خداوند او کیست؟ به کسی که نان را در کاسه تر کرده دهم وی همان است. بعد لقمه نان را تر کرده به یهودای پسر شمعون اسخریوت داد. همین که یهودا لقمه نان را گرفت، ابلیس به وجود او داخل شد. نیتی را که در دل داری زودتر اجرا بکن. از نشستگان کسی نفهمید که چرا عیسی چنین گفت. از بس که خزینه پول در دست یهودا بود، بعضی ها گمان کردند که عیسی با او فرمود تا هرچی برای عید لازم است برایشان بخرد یا که به بینوایان چیزی بدهد. یهودا نان را گرفته بیرون برآمد. شب بود. وقتی او بیرون برآمد، عیسی گفت: اکنون فرزند انسان جلال یافت و خدا نیز در او جلال یافت. اگر خدا در او جلال یابد، پس خدا نیز در خود او را شهرت و جلال می دهد و فوراً این را می کند. فرزندانم، من با شما کمی دیگر میمانم. چطوری که به راهبران گفتم شما مرا میکابید، اما جایی که من میروم شما آمده نمیتوانید. من به شما فرمان نو میدهم: یکدیگر را دوست دارید چطوری که من شما را دوست داشتم. اگر یکدیگر را دوست دارید، همه میفهمند که شاگردان من هستید. خداوند، با کجا می روی؟ جایی که من میروم تو حالا آمده نمیتوانی، اما بدتر میآیی. خداوند، چرا حاضر نه؟ من جانم را برای تو میدهم. جانت را فدای من میکنی؟ به تو راستش را میگویم، پیش از جیغ زدن خروس تو 3 بار مرا رد میکنی. بگذار دلهایتان را غم و غصه فرا نگیرد. به خدا ایمان آورید و به من نیز ایمان آورید. خانه پدر من پر از حجره هاست و من برای شما جای تیار میکنم. این سخنان حقیقت می باشند. بعد از آن که جای تیار می کنم، من برگشت شما را پیش خود می برم تا در آنجا با من باشید. راه آن جای برای شما معلوم است. خداوند، ما نمیدانیم که تو به کجا می روی. پس راه را از کجا دانستن می توانیم؟ من راه، راستی و حیات هستم. هیچ کس بی واسطه من به پیش پدر نمی آید. حالا که شما مرا می شناسید، پدرم را هم می شناسید. از این روز اعتباراً شما او را می شناسید و حتی او را دیده اید. خداوند، پدر را نشان ده. این آرزوی ماست. اینقدر با شما بودم و تو فیلیپوس مرا تا حال نمی شناسید. هر که مرا می بیند پدر را می بیند. پس برای چی این طور می گویی؟ مگر باور نمی کنید که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی را که به شما می گویم از من نیستند،
پدر که در من است کارهای خود را اجرا می کند. با من باور کنید که من در پدر هستم و پدر در من است. وگرنه به خاطر کارهایم باور کنید. به راستی می گویم هر کی به من ایمان دارد مثل من عمل کرده کارهای بزرگتری می کند، چون که من به نزد پدر می روم و هرچی را در نام من طلب کنید اجرا می کنم تا جلال پدر در پسر نمایان گردد. اگر در نام من یگان چیز طلب کنید اجرا خواهم کرد. اگر مرا دوست دارید فرمانهایم را اجرا می کنید. پدرم به شما مددگاری را می دهد که تا ابد با شما می ماند. این روحی است که حقیقت خدا را نشان می دهد. جهان او را قبول نمی کند چون که او را نمی بیند و نمی شناسد، ولی شما می شناسید چون که وی همراه شما و در شما است. من شما را تنها نمی مانم و باز نزدتان بر می گردم. پس از اندک جهان مرا دیگر نمی بیند، ولی شما مرا خواهید دید. از بس که من زنده هم شما هم زنده می مانید. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر کی فرمانهای مرا قبول و اجرا کند مرا دوست می دارد و او را پدر من دوست می دارد. من نیز او را دوست می دارم و خود را به او ظاهر می کنم. یهودا نه اسقریوت گفت استاد برای چه خود را با ما ظاهر میکنی اما با جهان نه؟ هر کی مرا دوست دارد کلام مرا رعایت می کند. پدر او را دوست خواهد داشت. ما نزد وی می آییم و با وی می ایستیم. کسی که مرا دوست نمی دارد کلام مرا رعایت نمی کند. کلامی که شنیدید نه از من، از پدری است که مرا فرستاد. تا اینجا هستم این سخنان را می گویم. مددگار روح مقدس که پدر از نام من می فرستد همه چیز را به شما یاد می دهد و هر سخنی مرا خاطر رسان می کند. آرامی را با شما می مانم. این صلح من است که به شما می دهم. آن به مثل صلح جهان نیست. غمگین و پریشان نباشید و نترسید. من الکی گفتم که من می روم و به نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید خرسند می شدید که پیش پدر می روم، زیرا او از من بزرگتر است. این را پیش از وقت گفتم تا وقتی که این به عمل می آید ایمان بیاورید. من با شما بسیار گپ نمی زنم چون که حکمران این جهان می آید. وی بر من هیچ قدرتی ندارد، ولی جهان باید داند که من پدر را دوست می دارم. برای همین من فرمان پدر را اجرا می کنم. بیایید از اینجا می رویم. من تاک حقیقی هستم و پدرم تاک پرور. شاخه را که در من به حاصل است او می برد و شاخه حاصل ده را خام تاک می کند تا تازه شده میوه بیشتر دهد. شما الکی به واسطه سخنان من پاک شده اید. در من بمانید چنانه که من در شما هستم. چطوری که شاخه تاک به تاک از خود حاصل دادن نمی تواند، همچنین شما نیز به من از خود ثمره نمی دهید. من تاک هستم و شما شاخه ها. هر که در من است و من در او سر حاصل است، چون که به من کاری کرده نمی توانید. هر که در من نماند مانند شاخه پرتافته شده، بعد آن خشک می شود. آنها را جمع کرده می سوزانند. اگر شما در من بمانید و سخنان من در شما، هر چیزی را که طلب کنید اجرا می شود. از ثمر زیادتان پدرم شهرت می یابد و این نشان شاگرد من بودن است. پدر مرا دوست می دارد، همان طور من شما را در محبت من بمانید. چطوری که من فرمانهای پدرم را اجرا کردم شما نیز همین طور کنید، آنگاه در محبت من میمانید. این را گفتم تا شاده من در شما باشد. فرمان من این است: چنانه که من شما را دوست می دارم
همانطور یکدیگر را دوست دارید. بزرگترین محبت آنی است که کس جانش را بهر دوستش دهد. در فرمانهایم را اجرا کنید، دوستان من هستید. من دیگر شما را خدمتگار نمی نامم، برعکس من شما را دوستان خود می خوانم، چون که همه چیزی از پدر شنیدم را به شما گفتم. من شما را انتخاب کردم، بیش از آن تعیین نمودم که حاصل بیارید، حاصلی که ابدی است. و هرچی به نام من از پدر طلب کنید او بدهد. پس فرمان من این است: یکدیگر را دوست دارید. اگر جهان شما را بد بیند، دانید که اول مرا بد دیده است. اگر از این جهان می بودید، جهان شما را دوست می داشت. و چون من شما را از این جهان انتخاب کرده ام، آن از شما نفرت دارد. در خاطر دارید خدمتگار از خواجه خود بزرگتر نیست. اگر مرا تعقیب کرده باشند، شما را نیز می کنند. اگر به من اطاعت کنند، به شما نیز می کنند. اما همه این را از برای من می کنند، چون که خدا را نمی شناسند. اگر من به جهان نمی آمدم، آنها گناهی نمی داشتند، ولی اکنون برای سفید شدن بهانه ندارند. بدخواهان من پدری مرا بد می بینند. اگر من بینشان کارهایی را که کسی نکرده است نمی کردم، آنها گناه نمی داشتند. اکنون آنها آن کارها را دیدند و با وجود این از من نفرت دارند. این برای اجرا شدن گفته های شریعت به عمل می آید. به سبب از من نفرت داشتند. ولی وقت مددگار، یعنی روح راستی که از پدر است می آید، درباره من شهادت می دهد. این چنین شما هم شهادت می دهید، زیرا شما از روزهای اول با من بودید. این را به شما گفتم تا که راه زده نشوید. شما را از عبادتخانه ها می رانند، حتی زمانی می رسد که کشندگان شما فکر می کنند که با این به خدا خدمت می کنند. چون این رفتار آنها از آن است که نه پدر و نه من را می شناسند. اما این چیزها را گفتم تا که هنگام رسیدن این وقت شما سخنانم را به یاد دارید. این چیزها را از اول نگفتم چون که همراه شما بودم. اکنون نزد فرستنده هم می روم، ولی هیچ کس نمی پرسد که به کجا می روم، چون که سخنان من دلهایتان را غمگین کرد. اما براستی می گویم رفتن من به فایده شماست، زیرا اگر من نروم مددگار نزدتان نمی آید، ولی اگر بروم او را می فرستم. وقتی که می آید عقیده خطای این جهان را درباره گناه، راستی و حکم کنی فاش می کند. گناه در این است که آنها به من ایمان نمی آورند. راستی در این است که من به پیش پدرم می روم و شما دیگر مرا نمی بینید. حکم کنی در این است که حکمران این جهان الکی عیبدار شده است. من باز بسیار گفتنی دارم، اما برای حاضر به شما بس است. وقتی که روح راستی می آید، او شما را سوی تمام راستی راهنمایی می کند. زیرا او از خود نه بلکه شنیده اش را می گوید. او آینده را خبر می دهد. او مرا شهرت و جلال می دهد، زیرا او گفته های مرا به شما نقل می کند. هرچی پدر دارد از من است. از این سبب من گفتم که روح گفته های مرا به شما نقل می کند. بعد از اندکی مرا دیگر نمی بینید، ولی بعد از اندکی مرا باز خواهید دید. آنگاه بعضی از شاگردان به همدیگر گفتند:
او بعد از اندکی شما مرا دیگر نمی بینید، ولی بعد از اندکی دیگر مرا باز خواهید دید و چون که من به پیش پدر می روم گفته چی را در نظر دارد؟ او اندکی گفته چی را در نظر دارد؟ ما نمی فهمیم. عیسی فهمید که آنها با او سوال دادنی هستند. گفتم اندکی پس مرا دیگر نمی بینید، ولی بعد از اندکی باز مرا خواهید دید. همین را از هم دیگر می پرسید. براستی می گویم شما ناله می کنید ولی جهان شادی می کند، اما غم شما به شادی تبدیل می یابد. هنگام تولد زن غمگین می شود چون که وقتی عذاب رسیده است، ولی وقتی که کودک را می زاید عذاب را فراموش کرده شادی می کند که انسان به دنیا آمده است. شما هم همین طور، اما من باز شما را می بینم و دلهایتان از شادی پر می شود و آن شادی را هیچ کس از شما گرفته نمی تواند. آن روز شما از من چیزی نمی پرسید. براستی می گویم هرچی را که با نام من از پدر پرسید او به شما خواهد داد. تا کنون از نام من چیزی را طلب نکرده پرسید و می گیرید و شادی شما پره می شود. من در این باره به شما با رمزها گفتم، لیکن زمانی می رسد که نه با رمزها بلکه روشن درباره پدر نقل می کنم. در آن روز به نام من از او پرسید، نه اینکه من برای شما از پدر می پرسم، زیرا خود پدر شما را دوست می دارد از سببی که مرا دوست داشتید و ایمان آوردید. من از جانب پدر به این جهان آمدم و باز این جهان را ترک کرده به نزد او می روم. اکنون شما کشاد و روشن و بی رمزها گپ زده ایستادید، گفتند به او شاگردان. حالا ما فهمیدیم که شما همه چیز را می دانید و حاجتی از شما پرسیدن نیست. بنابراین ما ایمان داریم که شما از نزد خدا آمده اید. اکنون ایمان آورده. اینک وقتی می آید و آن الکی رسیده است که شما پراکنده شده می روید و مرا تنها می گذارید. ولی من تنها نیستم، زیرا پدر همراه من است. این چیزها را گفتم تا که در من آرامی پیدا کنید. دنیا پر از عذاب و عقوبت است، ولی جسور باشید، من بر این جهان غالب شدم. بعد از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرده گفت: پدر، وقت فرا رسید. پسرت را جلال ده تا که پسر تو را جلال دهد. تو او را بالای همه گذاشته ای تا به آنهایی که به او بخشیده ای حیات ابدی دهد. و حیات ابدی این تو را، خدای یگانه و عیسی مسیح را شناختن است. من جلال تو را نشان دادم و کار تو را به انجام رساندم. پدر، آن جلالی را که پیش از پیدایش عالم در نزد تو داشتم به من بده. من تو را به آنهایی که به من بخشیده ای معلوم کردم. آنها از تو بودند و به من بخشیدی و کلامت را رعایه کردند. اکنون می دانند که همه چیزی به من داده از آن توست. کلامی را که به من داده به آنها رساندم. آنها قبول کرده فهمیدند که من از نزد تو آمدم، نه بهر جهان بلکه بهر آنهای دعا می کنم که تو به من داده ای. زیرا همه آنها از آن تو اند و آنهایی که تو داری از آن من و در آنها من جلال یافتم. من دیگر در این جهان نیستم، پیش تو می روم، ولی آنها در جهان می مانند. ای پدر، با قدرت نام خود که به من داده ای آنها را نگاه دار تا آنها یک باشند چنان که من و تو یک هستیم. با قدرت نام تو که به من داده ای آنها را نگهبانی کردم
از آنها کسی هم هلاک نشد غیر از یک نفر که باید هلاک می شد تا نوشتجات به عمل آید. ولی اکنون من نزد تو می روم و هنوز که در جهان هستم این را می گویم تا شادی من در آنها پره شود. من کلام تو را به آنها رساندم و جهان آنها را بد دید، چون که آنها مثل من از این جهان نیستند. من طلب نمی کنم که آنها را از جهان ببری، اما می خواهم که آنها را از ابلیس محافظت کنی. آنها از این جهان نیستند چون که من هم از این جهان نیستم. توسط راستی آنها را برای خود جدا کن. کلام تو راستی است. چنان که مرا به جهان فرستاده ای من هم آنها را به جهان فرستادم. من به خاطر آنها خود را به تو بخشیدم تا که آنها نیز از راستی خود را به تو بخشیده توانند. من بهر آنها و کسانی که به واسطه آنها به من ایمان می آرند دعا می کنم. بگذار همه آنها یک شوند. پدر، بگذار چطوری که تو در من هستی و من در تو هستم آنها نیز در ما باشند تا جهان ایمان آورد که مرا تو فرستاده ای. من به آنها همان جلال را دادم که تو به من دادی تا آنها یک باشند چنان که من و تو یک هستی. من در آنها هستم و تو در من تا آنها در یگانگی باشند و جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و آنها را به مانند من دوست می داری. پدر، می خواهم آنهایی که تو به من بخشیده ای همراه هم در آن جایی باشند که من می شوم و آن جلالی را ببینند که تو به من داده ای. زیرا مرا پیش از آفرینش دوست داشته. پدر عادل، جهان تو را نشناخت ولی من تو را می شناسم. من به آنها تو را آشکار کردم و باز هم آشکار می کنم تا آن محبتی که تو نسبت به من داری در آنها نیز باشد و من هم در آنها باشم. پس از این سخنان عیسی همراه شاگردانش برآمده به کنار دیگری وادی قدرون گذشت. در آنجا باغ بود و عیسی با شاگردانش به آن باغ درآمد. یهودا که به عیسی خیانت کرد نیز آنجا را می دانست، چون که عیسی و شاگردانش بسیار وقت در آنجا جمع می آمدند. اینک یهودا دسته ای از کران رومی و پاسبانان خانه خدا را که سرداران روحانی فرستاده بودند با خود به آنجا آورد. آنها مسلح بودند و در دست فانوس و مشعل داشتند. عیسی می دانست که با او چی حادثه روی می دهد، بنابراین به پیش آنها برآمده پرسید: شما کی را می جویید؟ عیسی ناصری را. یهودا که به عیسی خیانت کرد نیز همراه آنها بود. عیسی جواب داد: این منم. همین که عیسی این منم گفت آنها عقبناکی رفته به زمین افتادند. عیسی باز از آنها پرسید: شما کی را می جویید؟ عیسی ناصری را. من به شما گفتم که این من هستم. اگر به شما من لازم باشم پس اینها را رها کنید. او برای آن اینطور گفت تا سخنانی از کسانی که تو به من بخشیدی کسی را از دست ندادم گفتهش اجرا شوند. شمعون پتروس که شمشیر داشت آن را از غلاف کشیده غلام سروری روحانیان را زد و گوش راست او را بریده پرتافت. آن غلام ملبوس نام داشت. شمشیر را به غلافش انداز. نخواد از کاسه عذابی که پدرم برای من داده است ننوشم. آنگاه دسته از کران رومی با فرمانده خود و پاسبانان یهودی عیسی را دستگیر کردند و او را بستند.
اول او را نزد حانان پدر عروس قیافا بردند که همان سال سروری روحانیان بود. قیافا همانه بود که به حکومتداران یهودی مصلحت داد که اگر به جای تمام مردم یک نفر بمیرد بهتر است. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگری عیسی از پس او رفتند. آن شاگرد با سرور روحانیان آشنایی داشت. بنابراین همراه عیسی به حولی سرور روحانیان درآمد، ولی پتروس در بیرون حولی در نزد دروازه ایستاد. پس آن شاگردی که با سرور آشنایی داشت برآمده با زن دروازه‌بان گفتگو کرد و پتروس را به حولی درآورد. آیا تو از شاگردان آن کس نیستی؟ نه، من نیستم. از بس که هوا خنک بود، خدمتگاران و پاسبانان گلخن درگیرانده در گرد آن خود را گرم می‌کردند. پتروس نیز در پهلوی آنها ایستاده خود را گرم می‌کرد. سرور روحانیان از عیسی درباره شاگردان و تعلیمات او پرسجو کرد. عیسی در جواب گفت: من در پیش همه آشکارا سخن گفتم. من در عبادتخانه ها و در خانه خدا که همه مردم جمع می شوند تعلیم می دادم و پنهانی چیزی نگفتم. پس چرا از من می پرسید؟ از مردم پرسید که من به آنها چی نقل کردم. آنها می دانند که من چی گفتم. با سرور روحانیان گپگردانی نکن. اگر خطا کرده باشم بگو که خطای من در چیست، ولی اگر درست گفته باشم پس چرا میزنی؟ آنگاه حانان عیسی دست بسته را به نزد قیافای سرور روحانیان فرستاد. شمعون پتروس باشد در جای پیشترش ایستاده خود را گرم میکرد. از او پرسیدند: مگر تو هم از شاگردان او نیستی؟ نه، نیستم. ولی پتروس انکار کرد. یکی از خدمتگاران سرور روحانیان، خویش همان کسی که گوشش را پتروس بریده بود، گفت: این تو نبودی در باغ با او مگر؟ نه. و همان لحظه خروس جغ زد. پگاهی بر وقت عیسی را از نزد قیافا به قصر حاکم رومی بردند. آنهایی که او را آوردند به خاطر آنکه حرام نشوند و خوراک عید بلاگردان را خورده توانند به قصر ندرآمدند. پس پیلاطس به نزد آنها برآمده گفت: ای وی این آدم در چیست؟ اگر گناه نمی کرد مگر به دست شما می سپاریدیم؟ پس خودتان او را از روی قانونتان حکم کنید. کس را به قتل رساندن به ما روا نیست. همه این برای آن روی داد تا سخنان عیسی که درباره طرز مرگش گفته بود اجرا شوند. پیلاطس به قصر برگشت و عیسی را جغ زده گفت: تو شاه یهودیان هستی؟ این سوال خودت است؟ یا دیگران درباره من به تو گفتند؟ مگر من یهودی هستم؟ خلق و سرداران روحانی تو را داشته به دست من سپاریدند. تو چی کار کردی؟ پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می بود آدمان زیر دستم می جنگیدند تا که من به دست حکومتداران یهودی تسلیم نشوم. نه، پادشاهی من از این جهان نیست. پس تو شاه هستی؟ تو میگویی که من پادشاه هستم. من برای آن تولد شده به این جهان آمدم که
شاهد راستی باشند. هر که طرفدار راستی باشد مرا گوش می کند. راستی چیست؟ این سخنان را گفته پیلاتوس به نزد یهودیان برآمد. من در او هیچ عیبی را نیافتم، لیکن شما یک عنعنه دارید که هر عیدی بلاگردان من برایتان یک زندانی را آزاد میخواهید که برایتان شاه یهودیان را آزاد کنم؟ آنها داد زده جواب دادند: باراباس یک مرد راهزن بود. باراباس را آزاد کن. آنگاه پیلاتوس فرمود که عیسی را قمچین زنند. سربازان از خار تاج بافته به سر او گذاشتند و جامه بنفش رنگ پوشاندند. آنها به پیش او آمده زنده باد شاه یهودیان می گفتند و او را ترسکی می زدند. پیلاتوس باز به بیرون برآمده با آنها گفت: اکنون من این آدم را پیش شما میارم بدانید که من در او هیچ عیبی نیافتم. انا این آدم. عیسی را برآوردند که به سر تاج خاردار و در تن جامه بنفش رنگ داشت. او را مخکوب کنید. او را مخکوب کنید. او را مخکوب کنید. شما خودتان او را گرفته مخکوب کنید، زیرا من در او هیچ عیبی نیافتم. موافق شریعت او باید بمیرد، چون که خود را پسر خدا گفته است. پیلاتوس این را شنیده باز بیشتر ترسید. او باز به قصر برگشته از عیسی پرسید: تو از کجایی؟ ولی عیسی جوابی نداد. گپ زدن نمیخواهی؟ در یاد دار من قدرت دارم که تو را آزاد کنم و قدرت دارم که تو را در صلیب مخکوب کنانم. تو بر من قدرت داری، چون که قدرت از بالا به تو داده شده است و کسی که مرا به تو تسلیم کرده است گناه بزرگتری دارد. پیلاتوس کوشش کرد که او را آزاد کند، ولی مردم فریاد میکردند: اگر او را آزاد کنی تو دوست امپراتور نیستی. کسی که خود را پادشاه اعلان میکند وی دشمن امپراتور است.
وقتی که پیلاتوس این سخنان را شنید، عیسی را بیرون آورد و در محله با نام سنگ فرش که به زبان عبرانی آن را جبتا می گفتند به کرسی داوری نشست. عرفه عید بلاگردان قریب نصف روزی شده بود. پیلاتوس به مردم گفت: انا شاه شما. کشد! او را کشد! میخواهید که شاهتان را میخکوب کنم؟ ما غیر از امپراتور شاه دیگر نداریم. آنگاه پیلاتوس عیسی را برای میخکوب کردن به دست آنها سپارید. آنها عیسی را بردند و او تا جای کاسه‌خانه سر که به زبان عبرانی جالجاتا نام داشت، صلیب خود را برداشته رفت. او را به صلیب میخکوب کردند و همراه او باز 2 نفر دیگر میخکوب کرده شدند و عیسی در مابین آنها بود. پیلاتوس چنین لوحچه را نوشته به صلیب چسباند: عیسی ناصری، شاه یهودیان. آدمانی زیاد این نوشته را خواندند، چون که جایی که عیسی میخکوب شد از شهر دور نبود و آن سخنان به زبانهای عبرانی، رومی و یونانی نوشته شده بودند. سرداران روحانی یهودیان به پیلاتوس گفتند: شاه یهودیان ننویس، بلکه بنویس که این آدم میگفت که من شاه یهودیان هستم. هرچی نوشتم. بعد از آن که سربازان عیسی را میخکوب کردند، لباس او را گرفته از روی شماره سربازان به 4 قسم تقسیم کردند. کرته او را هم گرفتند. این کرته از متاع یک لخت بافته شده بود و جای پیوست نداشت. آنها گفتند: بیایید این را پاره نمی کنیم و قرعه پرداخته می بینیم که صاحب آن کی می شود. در نوشتجات آمده است: لباس مرا در بین خود تقسیم کردند و بر کرته من قرعه پرداختند. چنین بود عمل سربازان. در نزد صلیب عیسی مادر و خاله‌اش، مریم زن کلوب و مریم مجدلیه ایستاده بودند. عیسی مادر خود و در کنار او شاگرد دوست داشته‌اش را دیده به مادرش گفت:
انا پسرت. بعد به آن شاگرد انا مادری تو. از همان وقت آن شاگرد مادر عیسی را به خانه خود برد. عیسی دانست که همه چیز اجرا شد و برای به عمل آمدن پیشگویی نوشته‌جات گفت: تشنه ماندم. در آنجا یک کاسه پر از سرکه بود و لطه را گرفته به آن سرکه تر کردند و به نوک چوب گذاشته به لبان او نزدیک آوردند. چون عیسی سرکه را چشید، اجرا شد. بعد سر خم کرد و جان داد. سرداران یهودی نمیخواستند که جسدها روزی استراحت در صلیب بمانند، چون که آن روزی استراحت به روز عید بزرگ راست آمده بود. بنابراین آنها از پیلاطس درخواست کردند که پایهای مخکوب شدگان را شکنند و جسد آنها را از صلیب به پایان فرارند. سربازان آمده اول پایهای مخکوب شده یکم و بعد مخکوب شده دویم را شکستند. ولی وقتی که به عیسی نزدیک آمده دیدند که او مرده است، پایهای او را نشکستند. یکی از سربازان با نیزه به پهلوی او زد. و همان دم از بدن او خون و آب جاری شد. کسی که تمام این حادثه را دیده است شهادت می دهد تا شما نیز ایمان آورید. شهادت او راست است و او می داند که حقیقت را می گوید. این برای آن بود که گفته های نوشته‌جات هیچ یک استخوان او شکسته نخواهد شد اجرا شود. باز در جای دیگر گفته شده است که آنها به کسی نگاه خواهند کرد که او را نیزه زدند. بعد از آن یوسف اراماتی که از ترس راهبران یهودی شاگرد مخفی عیسی بود، از پیلاطس اجازت خواست که جسد عیسی را گیرد. پیلاطس اجازت داد و او آمده جسد عیسی را گرفت. نیقودیموس که پیشتر شبانه به دیدن عیسی آمده بود نیز آمد و قریب 34 کیلو شیرش خوشبویی با گیاه دارووار آمیخته را با خود آورد. آنها از روی رسم یهودیان جسد عیسی را گرفته به کفنی با همان داروواری خوشبوی آمیخته پیچاندند. در جای مخکوب شده عیسی باغ و در آن باغ قبری نوی بود که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. از بس که عرفه روز استراحت یهودیان بود و قبر هم نزدیک بود، عیسی را در آنجا دفن کردند. پگاهی بر وقت روز یکشنبه هنوز روشن نشده مریم مجدلیه به سر قبر آمد و دید که سنگ از درآمدگاه آن گرفته شده است. او دویده نزد شمعون پتروس و شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می داشت آمد. آنها خداوندی ما را از قبر بردند و نمیدانیم او را کجا گذاشتند. پتروس و آن شاگرد به سوی قبر روانه شدند. هر دویشان دویدند ولی آن شاگرد زودتر به سر قبر رسیده آمد.
او خم شده کفن را دید ولی به درون قبر ندر آمد. از پس او شیمون پتروس هم دویده آمد و به درون قبر در آمد. وای دید که کفن هست و متایی که در سر عیسی بود نه با کفن بلکه در کنار جدا پیچانده شده است. آنگاه شاگردی دیگر هم به قبر در آمد و همه این را دیده ایمان آورد. آنها هنوز سخنان نوشتجات را نمی فهمیدند که گفته شده بود او باید بعد از مرگ زنده شود. شاگردان به خانه برگشتند، اما مریم در بیرون ایستاده گریه می کرد. او گریه کنان خم شده به درون قبر نگاه کرد. و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که پیشتر عیسی گذاشته شده بود نشستند، یکی از طرف سر و دیگری از طرف پای. ای زن چرا گریه میکنی؟ پرسیدند آنها. خداوندی مرا بردند و نمیدانم او را کجا گذاشتند. این را گفته به قفا رو گرداند و دید که در رو بروی او عیسی ایستاده است، ولی او ندانست که این عیسی است. ای زن چرا گریه میکنی؟ تو کی را میجویی؟ مریم او را باغبان فکر کرده به او گفت خواجه اگر این کاری شما باشد بگویید که او را در کجا گذاشتید. مریم رو آورده به عبرانی گفت ربانی، معنایش استاد است. به من دست نرسان که هنوز پیش پدر بالا نرفتم. به برادرانم رفته گوی که من نزد پدر من و شما به نزد خدای من و شما می روم. مریم مجدلیه به نزد شاگردان آمده درباره خداوند را دیدنش به آنها خبر داد. این چنین سخنان عیسی را که به او گفته بود با آنها نقل کرد. بگاهی خودی همان روز یکشنبه وقتی که شاگردان یک جای جمع شده از ترس راهبران خلق درها را محکم بسته می نشستند، عیسی آمد و در میان آنها ایستاده گفت به شما آرامی می خواهم. این را گفته دستها و پهلویش را به آنها نشان داد. شاگردان از دیدن خداوندشان خرسند شدند. عیسی تکرار کرد صلح با شما باشد. پدر مرا فرستاد و من شما را می فرستم. بعد از این سخنان او بر آنها پف کرده گفت روح مقدس را گیرید. اگر کس را بخشید او بخشیده می شود و کسی را که نبخشید بخشیده نمی شود. توما که باز دوگانیگ نامیده می شد هنگام آمدن عیسی در آنجا همراه آنها نبود. شاگردان دیگر با او گفتند ما خداوند را دیدیم. تو با چشم خودم ایزای مهر را نبینم و دستم را به زخمی پهلویش نمونم باور نمیکنم. بعد از یک هفته شاگردان باز جمع آمدند و توما هم همراه آنها بود. در بسته بود ولی عیسی آمده در میان آنها ایستاد و گفت
صلح با شما باشد. انگشتت را به دستانم گذار. و دستت را به زخم پهلویم مان. دیگر شبه نکن و باور کن. خداوندی من، خدای من. مرا دیدی، برای همین باور میکنی. خوشبخت آنهایی که مرا ندیده ایمان میارند. عیسی به شاگردان خود معجزات بسیار نشان داده بود که درباره آنها در این کتاب گفته نشده است، ولی همه این برای آن نوشته شده است که شما به تعیین شده و پسر خدا بودن عیسی ایمان آورید و به واسطه ایمان به او حیات ابدی یابید. بعد از این عیسی در کنار بحر تبریه بار دیگر به شاگردان خود ظاهر شد. انا این طور به عمل آمد: شیمون پتروس، توما، نتانائیل که از اهل قنای جلیل بود، دو پسر زبدای و دو شاگرد دیگری او، همه در یک جا جمع آمده بودند. شیمون پتروس با آنها گفت: من ماهیگیری میروم. ما هم همراه تو میرویم، گفتند دیگران. آنها رفته به قایق سوار شدند، اما آن شب چیزی صید نکردند. وقتی برآمدن آفتاب عیسی در ساحل ایستاده بود، اما شاگردان نفهمیدند که این عیسی است. برادران، صید چی خیل است؟ ببرار. تو را از طرفی راست پرتاید، آنگاه ماهی می‌دارد. آنها تور پرتافتند و از سبب زیاد بودن ماهی آن را به قایق کشیده نتوانستند. آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت به پتروس گفت: این خداوند. وقتی شمعون پتروس شنید که این خداوند است، لباسش را که کشیده بود از نو پوشید و خود را به آب پرتافت. شاگردان به ساحل حرکت کرده توری پر از ماهی را کشیده آوردند. آنها از ساحل در مسافه 100 قدم دور بودند. وقتی آنها به ساحل رسیدند، گلخنی را دیدند که روی آن ماهی گذاشته شده است و در پهلوی آن نان هم بود. از آن ماهی ها بیاورید. شمعون پتروس به قایق در آمده توری پر از 153 ماهی کلان را به ساحل کشید. با وجود اینقدر زیاد بودن ماهی، تور کنده نشد. بیایید و نانشته کنید. از شاگردان کسی جرأت نکرد بپرسد: تو کیستی؟ زیرا آنها فهمیدند که این خداوند است. آنگاه عیسی پیش آمده نان را گرفت و در بین آنها تقسیم کرد، این چنین ماهی ها را هم. این بار سیوم بود که عیسی بعد از زنده شدنش خود را به شاگردانش نشان داد. بعد از خوردن خوراک عیسی به شیمون پتروس گفت: ای شیمعون، تو مرا از آنها بیشتر دوست می‌داری؟ آره خداوند، خودت این را میدانی. بر رهای مرا چران. بار دوم عیسی با او گفت: ای شیمعون، تو مرا دوست می‌داری؟ بله، تو را دوست می‌دارم. گوسفندان مرا بانی کن. بار سیوم عیسی با او گفت: ای شیمعون پسر یوحنا، تو مرا دوست می‌داری؟
پتروس غمگین شد که عیسی باری سیوم از او میپرسد که او را دوست می‌دارد یا نه. و او به عیسی گفت: خداوند، تو همه را میدونی که تو را دوست میدارم. گوسفندان مرا بانی کن. به تو راست میگویم، در جوانیت خودت به هر جایی که میخواستی میرفتی، ولی در پیری دستای خود را دراز میکنی و کسی دیگر کمربندت را بسته به جایی که نمیخواهی تو را میبرد. با این سخنان عیسی به پتروس فهماند که با کدام راه مرگ پتروس خدا را شهرت و جلال خواهد داد. بعد به پتروس گفت: از پس من بیا. پتروس به عقب نگاه کرده شاگردی را دید که عیسی او را دوست می داشت. این همان شاگردی بود که از عیسی پرسیده بود: ای خداوند، کی به تو خیانت می کند؟ پتروس از او پرسید: خداوند، با او چی می شود؟ اگر خواهم که تا بازگشتم زنده ماند، به تو چه دخل دارد؟ با من بیا. بنابراین در بین شاگردان آوازه پخش شد که گویا آن شاگرد نمی میرد. اما عیسی با او نگفت که او نمی میرد. او فقط گفت که اگر من خواهم که او تا بازگشتنم زنده ماند، به تو این چه دخل دارد؟ این همان شاگرد است که همه این را نوشته است و درباره این چیزها شهادت می دهد و ما می دانیم که شهادت او راست است. این چنین عیسی باز بسیار کارهای دیگری را هم کرده است. اگر همه آنها نوشته می شدند، به گمانم در تمام عالم برای این مقدار کتاب جای یافت نمی شد.